در خدمت یکی دیگه از دوستان و غرفه‌داران فستیوال نوروزی هستیم. آقا خیلی خوش آمدید. قربان شما، معرفی کنید. من رامین صیاد حقیقی هستم. تو به اصطلاح غرفه هریتیج و CFA کانادا فاینانشال ادوایزر مشغول به کار هستم. خب از حال و هوای فستیوال نوروزی واسه ما کمی بگیم. من شنیدم خیلی شاد بود و خیلی خوش میگذره گویا. همیشه همینطوره. تورنتو خوشبختانه شهر شادیه و ایرانیای تورنتو هم طبیعتاً آدمای بسیار شادی هستن و ما همیشه تو ایام و ایونت‌های مختلف برنامه‌های شاد زیادی رو می‌بینیم که برای دست‌اندرکاران برای مردم برگزار می‌کنن. یکیشون برنامه چهارشنبه سوری و همین برنامه‌های عید هر سال است که تو نقاط مختلف تو گوشه گوشه شهر برگزار میشه توسط دوستانی که تو این زمینه فعالیت دارن و من تشکر می‌کنم. بسیار عالی. گفتیم چهارشنبه سوری. چهارشنبه سوری تورنتو رو با ایران اگه بخوایم مقایسه بکنیم چه شکلی با هم مقایسه می‌کنیم؟ والا در حال حاضر اصلا قابل مقایسه نیست. اینجا خیلی جالبه که بگم مردمی که خارج از ایران هستن خیلی سعی دارن چهارشنبه سوری رو به شکل اون سنتش و شادش برگزار کنن و بیشتر سعی میکنن لذت ببرن از این قضیه. متاسفانه چند سالیه که توی ایران خبرهای خوشی ما نداریم از چهارشنبه سوریا و همیشه بیشتر شبیه به چهارشنبه سوزی هست تا چهارشنبه سوری و خیلی خطرناکه و بعضی کارهای خطرناک انجام میدن و به جای اینکه از این شب شاد لذت ببرن بیشتر وحشت میکنن و این زیاد جالب نیست. کمپینی رو من امسال دیدم توی اینستاگرام و فضای مجازی که برخی از هنرمندان مخصوصا جناب آقای پرستویی، خانم راهنما، اینا سعی داشتن که دوباره این فرهنگ شاد بودن و استفاده کردن از شادی‌های توی این چهارشنبه سوری سنتیمون رو به مردم یادآوری کنن و این به نظرم خیلی ارزشمنده که مردم دوباره برگردن به اون فرهنگ شاد همیشگی چهارشنبه سوری، قاشق زنی، عیدی دادن به هم دیگه، آجیل پخش کردن و یه قاشق زنی رو که شما گفتی من خیلی دوست دارم در موردش بیشتر بدونم. من امروز از هر مهمونی که پرسیدم به من گفتن ما تقریبا 30 سال 40 ساله که از ایران اومدیم و در مورد قاشق زنی چیزی نمیدونیم. آره. شما اصلا این مراسم خودتون تا حالا بودین؟ من موقعی که بچه بودم، نوجوان بودم، ما این شیطونی‌ها رو می‌کردیم. چادر می‌ذاشتیم سرمون، ادا در می‌آوردیم. آقایون هم چادر می‌ذاشتن؟ بله برای خنده بود. بچه بودیم می‌رفتیم برای اینکه آجیلی، شیرینی، چیزی از همسایه‌ها بگیریم و ادای دخترها رو در می‌آوردیم. ولی اصل قضیه اینه که خانم‌ها به اصطلاح باور بر این بود اگه اشتباه نکنم که چادر می‌ذاشتن سرشون و می‌رفتن فالگوش وای می‌ایستادن و قاشق زنی می‌کردن تا بختشون باز شه. بعد خب یکم جنبه طنزم پیدا کرد که آقا پسرا این کارو می‌کردن ما خودمون بیشتر جنبه گرفتم. یه چیزی مثل هالووین اینجا که تریک و تریت می‌کنن میرن در خونه‌ها، اونجا به این صورت. خب ما فرهنگ قدیمی‌تر و زیباتری داریم. آجیل مشکل گشا چطور؟ آجیل مشکل گشا هم همینه دیگه، نیت میکنن که این آجیل رو بگیرن از دست مردم و مثل همون گرفتن شیرینی و آجیل که برای اینکه نیت میکنن که مشکلاتشون برطرف بشه و میگم این قضیه در اصل برای این بوده که خانوما مثلا نیت میکردن که بختشون باز کنه، دخترای جوان سال بعد ازدواج کنن. خب بسیار عالی. شما برنامه چهارشنبه سوری دارین امشب یا نه؟ والا ما امشب قرار بود چهارشنبه سوری با خانواده بریم اونجا، ولی خب من که چون امشب تو غرفه هستم خانواده رو دعوت کردیم بیان اینجا. شاد برنامه‌ها فکر کنم همینطوری. بله اینجا هم شاد، خیلی هم خوبه. با توجه به وضعیت هوا که هر لحظه امکان داره بارون بیاد، من به بقیه‌ام توصیه می‌کنم به جای این دور مثل همینجا بیان. اینجا هم استیج خیلی خوبی هست، برنامه‌های شادی هست. امکان داره شب خیلی خوبی رو با هم داشته باشیم. بسیار عالی. خب برگردیم آقا به کار شما. من خیلی دوست دارم در موردش بیشتر بدونم. خب کار ما فاینانشال پلنینگ، ما تو کارهای خدمات مالی هستیم. خدمات مالی اینجا بعضی حالا امکان دوستان با حسابداری اشتباه کنن، نه ما کار حسابداری نمی‌کنیم، حسابداری جداست. خدمات مالی ما دادن مشاوره های مالیه برای پلنینگ، برای بچه‌هایی که تازه به دنیا اومدن، برای نوجوان‌ها، برای کارمندا، برای اونایی که میخوان بازنشست بشن، برای به اصطلاح اینشورنس ها هستش، اینوستمنت هستش تو زمینه‌های مختلف، لایف کریتیکال ایلنس هم بیماری‌های وخیمه،
دیسابیلیتی اینشورنس هست و تراول و چیزهای دیگه که ما دقیقاً شما چه سرویسی رو توی فستیوال ارائه میدید؟ ما اینجا سرویسی که اینجا ارائه میدیم بیشتر بیسمون بر روی RESP یا همون به اصطلاح حساب پس‌انداز دانش آموزان هست. این بیسمونه که ما با شرکت هریتیج این کار رو انجام میدیم و سایر خدمات مالی هم که عرض کردم خدمتتون، اینشورنس و اینوستمنت هست که مشاوره میدیم. هر کی بخواد ما در خدمتشون. یعنی شما توی فستیوال مشاوره به مشتریاتون میدین یا اینو موکول میکنیم به آینده؟ نه، چون اینجا ما دوست نداریم وقت مردم رو بگیریم. یه گپ و گفت خیلی کوتاهی میکنیم، یه آیدیای بهشون میدیم و اگه مایل باشن اینفورمیشنشون رو برای ما میذارن و ما بعد از عید یکم سرشون خلوت شد حتما باشون تماس میگیریم و اگه دوست داشتن باشون اپوینتمنت میذاریم در خدمتشون. بسیار عالی. خب آقا شما ما اجازه میدین که این چالش نوروزی با شما شروع کنیم؟ خواهش میکنم. قانونش که میدونی چیه؟ یه کلمه من برای شما میگم، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه برای ما میگید. خیلی هم خوب. بسیار عالی. ما با لباس عید شروع میکنیم. لباس عید خب همه دوست دارن، من خودم هم خیلی دوست دارم. لباس پلوخوری. بسیار عالی. ماهی قرمز. جنبش و حرکت و زیبایی. خب این قضیه طرفداران محیط زیست چی میشه که میگن ماهی قرمز تو سفره نیاریم؟ والا من چیکار کنیم آقا با اینا؟ والا به نظرم هر کی هر کاری دوست داره میتونه انجام بده. اگه ازش بتونن تیکر. من تو خونه خودم آکواریوم هم دارم، همیشه همون ماهی رو نگه میدارم و همونو میارم سر سفره، دوباره برش میگردم به آکواریوم. قرار نیست همه ماهی‌ها بمیرن. بسیار عالی. جواب منطقی. سبزی پلو و ماهی. آخ عشق من. شب عید. بسیار عالی. جاده چالوس. خاطره. حال و هواش اصلا میگیره آدم. دقیقاً. خب یه دونه دیگه هم میپرسم ما بریم یه موزیک ببینیم. ایدی کی داده کی گرفته؟ شب مهریه شد آقا. آره شب مهریه شد. بچه‌ها خیلی دوست دارن، منم دوست دارم ایدی بدم به همه. اینجا هم یه ایدی میدن اصلا هنوز؟ بله هنوز ایدی. شما اینجا خیلی گرون شده. ما هم ایدی میدیم، به همه ایدی میدیم، هر کی تشریف بیاره. بسیار ما در خدمتشون هستیم. خب کلام آخر برای بینندگان. تشکر میکنم از این فرصتی که به من دادید. امیدوارم که امشب شب چهارشنبه سوری شب شاد و مفرحی براتون باشه. همچنین سالی که در پیش هست امیدوارم که سال خیلی خوبی برای یکایک شما باشه و همینطور بستگانتون، فامیلاتون، خانواده‌تون در میهن عزیزمون ایران. بریم یه موزیک. سال نوتون مبارک. مرسی، ممنون. بریم یه موزیک ببینیم و برگردیم.